بدن اصلا هیچی از حقیقت انسان نیست. تمام حقیقت انسان روحشه. ملک الموت روح رو میگیره، خیلی روشنه، بدن که اونجا میفته، بدن رو که نمیگیره نمیبره، بدن هم. پس معلوم میشه تمام حقیقت ما چیه؟ روحمون. کسی که وارد بهشت میشه اعمال دنیاش گاهی براش این زمینه رو فراهم کرده که تو همون عالم رشد بکنه. من میبینم که عقلم خیلی چیزها رو نمیفهمه. خدای متعال عقلم میفهمد که مرا برای هدفی آفریده، اما عقلی که درم قرار داده خیلی جاها متحیره، نمیفهمه چه کار باید بکنه. پس اون خدای حکیم که مرا برای هدفی آفریده باید یک هادی، یک معلم از بیرون برای من بفرسته که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. هم اشاره به همین داره که انسان اصلا شأنیت این که این حقایق را بفهمد رو نداره. روح قبل از بدن بوده یا بعد از بدن به وجود آمده، این از یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عقل به هیچ طرفش نمیرسه. یه تولد هم داریم که فقط از پدره و اون و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم. یعنی همه اونهایی که تا قیامت بناس متولد بشوند از والدین خودشون، از پدر مادر، یک بار فقط از والد متولد شده اند. همه به صورت بسیار سریع و در اون بدن خدای متعال خودش رو به همه نشان داد و همه ربوبیت خدای متعال را به علم حضوری مشاهده کردند و لذا خدای متعال فرمود الستو بربکم انی لأذکر الیوم الذی اخذ الله علی فیه المیثاق. من روز الست را به یاد دارم. یعنی در بعضی از علمای دیگر هم این نقل شده که سعی میکرد عملش 1/100 1/1000 هم توش ناخالصی نباشه، لله باشه. میفرمود لیس المسئول باعلم من السائل. ولی همین علامه طباطبایی بعدم یه خورده که فکر میکرد گفت شاید بتوان اینطور پاسخ داد و من یؤمن بالله یهد قلبه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این فرقان در وجود ایشون حاکم بود که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی برسه انسان به اون جایی که عرفای ما ازش تعبیر میکنن به مقام اندیت، یعنی محضر ذات، یعنی حشر با ذات حق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل هذا الجزء الثالث من حوارنا مع سماحة الأستاذ الشيخ الفياضي. شيخنا العزيز، بإن موضوع رسيدين بموضوع تكامل الإنسان بعد از مرگه. هي روايتي داريم إذا مات الإنسان يا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. بس سؤال اینه، خب انسان با عقاید خوبش و اخلاق خوبش و اعمال خوبش زمینه ایجاد میکنه برای خب سعادت در عوالم بعد، ولی در عوالم بعد ثمره و نتایج این اعمال میبینه. حالا نظر شما اینه یا نه اونجا هم یه سری زندگی هست، یه سری ابتلاعاتی هست و راه تکامل و ارتقاء یا تسفل و انحطاط لا سمح الله
هنوز ادامه داره. چطور؟ چه در برزخ، چه در مثلا احوال یوم القیامه، چه در برسیم به مثلا بهشت یا نار. هنوز دیگه حرکت تکاملی هست، در حالی که عمل و اینا دیگه نیست. چطور شما میفهمید؟ بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی رسول الله و علی آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همینطوریه که فرمودید، وقتی انسان از این عالم منتقل شد، بلکه وقتی در همین عالم هست ولی چشمش به اون عالم باز شد، چون در آخرین لحظاتی که انسان تو همین عالم هست و هنوز انتقال پیدا نکرده است، رسول اکرم تش میارن، امیرالمؤمنین تش میارن، بقیه صدیقه طاهره تش میارن، ائمه معصومین میان. وقتی که اونها تش میارن، انسان اون عالم رو هم میبینه. کشفنا عنک غطاءک فبصرک و اون وقت جوری میشه که گذشته خودش را هم میبینه. از این لحظه دیگر عمل سودی نداره، انقطع عمل. لذاست که وقتی که فرعون در حال غرق شدن بود، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. یه فایده نیست الان وقد کفرت من قبل. دیگه از اون لحظه عمل سودی ندارد، همینطوری که فرمودید. ولی خود اون اعمال گذشته آثاری داره، همونطوری که از آثارش نعیم هست، یکی از آثارش هم حرکت در دار نعیمه. یعنی در دار نعیم وقتی شخص وارد میشه، اگر صالح باشه، اون اعمالش موجب میشه که یک کمالی را هم در اون عالم داره به نام حرکت. چون حرکت هم یکی از چیزهایی است که تشتهیه الانفس، فیها ما تشتهیه الانفس ولدینا مزید و تلذ الاعین. هر کسی دوست داره از اونی که هست بیاد بالاتر، چون بهشت مراتب داره. یه مرتبهش مرتبه است که رسول اکرم و اهل بیت در اونجا ساکنن. مرتبه ای هم هست که در روایات ما اومده اون پایین ترین مرتبه بهشته و معروف به طبقه جهنمیون. و اینجا کسانی ساکنند که اهل معصیت بوده اند و معاصیشون موجب شده که وارد جهنم شده اند، یه مدتی بعد نجات پیدا کردند. اینجا هم بهشته، اونجا هم بهشته. کسی که وارد بهشت میشه، اعمال دنیاش گاهی براش این زمینه رو فراهم کرده که تو همون عالم رشد بکنه، بره بالاتر. پس این خود حرکت و تکامل. ولی این حرکت در نعیم و تنعم و لذائذ بهشته، حرکت تکاملی ارتقایی تکاملی هست. برای اینکه تکامل چیه؟ تکامل اینه که شخص یه معرفتی اینجا به خدای متعال داشت، یه معرفتی به رسول خدا داشت، یه معرفتی به امیرالمؤمنین داشت، اونجا این معرفت افزوده میشه. و این چه نعیمی بالاتر از این و چه استکمالی بالاتر از این که معرفتش لحظه به لحظه بیشتر میشه. این خداست که درش حرکت نیست، و الا خود رسول اکرم هم تقبل شفاعته و ارفع درجته لحظه به لحظه مراتبش بالا میره. پس ارتقاء معرفتی و روحی تو بهشت دیگه ادامه داره. بهشت ادامه داره و سرعت حرکت ها هم
متناسب با اعمالی است که اینجا داشته انسان، از عقاید و اخلاق و اعمال جوارحی و جوانحی که داشته. اینها هر کدوم یک اثری داره در اون حرکت. یک کسی با سرعت حرکت هواپیماهای مافوق صوت حرکت میکنه، یک کسی هم یک خطوه خطوه حرکت. همه حرکت دارن. لذا در اونجا فاصله مؤمنین با اهل بیت علیهم السلام نه تنها محفوظه که لا یغاث بهم احد، بلکه روز به روز بیشتر میشه. چون اینا هم میرن بالا، اگه شما رفتید بالا اونا سریعتر میرن بالا، فاصله بیشتر زیاد میشه. بیشتر از اونی میشه که قبلا بود. ولی استاد اگه کسی اعمالش در دنیا خوب بود ولی تا حدی، این تا چه حد اجازه میده براش که ارتقا کنه؟ حتی اگر ارتقا کرد دیگه صدیقین و همین مقعد و صدقین و اینا اهل بیت و اینا خیلی بالا میرن دیگه، فاصله هنوز دیگه همیشه فاصله زیاد میشه، همیشه فاصلهش زیادتر میشه که کم نمیشه. ولی همشون در حرکت، طی تکاملن، در تکامل. حتی بعد از مرگ، قبل از اینکه برسیم بهش، در برزخ و اینا تکامل ادامه داره. بله. ولی اساس بر اون اعمالی که ما تهیه کردیم و زمینه بود. تنها عاملش همون کارهاست، همون اون چی که در دنیا کسب کرده اند از عقاید، اخلاق و اعمال. شفاعت، رحمت خاص خدا، رحمت اولیاء، نمیدونم شفاعت شهدا، این همه چیزها مثلا کمک نمیکنه؟ مثلا اگه کسی دوستانی داشتم مثلا اعمال خیر بمن یا مثلا ولد صالحی داشتم که اعمال صالح همیشه اهدا میکنه برای من، همه اینا اثر داره. ولی همه اینا به همون اندازه تناسب خود این شخص. پسر ممکنه کار خیلی خیر خوبی عمل من هم نبود، عمل پسرم بود، شاید همیشه نماز میخونه برای من، بله بخونه. ولی اون که پسرم همیشه نماز میخونه، اگر من اون اعمال خودم، عقاید خودم ترمیمی جبرانی نمیکنه برای من؟ نه خیر. اگه مثلا یک کتاب خوبی نوشتم و خیلی علما دیگه تربیت شدن با این کتاب بعد از مرگ من، بله من چرا همه اینا مایه بهره مندی من میشه، ولی من اون کتاب خوبو نوشتم، با اخلاص نوشتم، یک کسی دیگر هم همین یک کتاب نوشته با اخلاص 2 برابر من. فرزند من هم برای من استغفار میکنه، عمل خیر انجام میده، فرزند او هم، هر دو هم یکسان عمل میکنن، هر دو هم عملشون از نظر اون چه که از اونها صادر میشه فرق نمیکنه، ولی از نظر بهره مندی من با اون شخص خیلی فرق. پس سر همین مراتب اخلاصه، به خاطر همون چیزایی که در عالم من کسب کردم و او کسب کرده، یعنی قابلیت برای بهره مندی از اون چه که فرستاده می شود برای اموات مختلف در اموات. هر کسی یه قابلیتی داره. شخص الف اخلاص کمتری داشت، شخص با اخلاص بیشتری داشت در کتاب، ولی شخص الف دیگه 10 نفر از کتابش استفاده کردن دیگه رشد کردن، ولی شخص امین با که اخلاص بیشتر بود فقط 2 نفر استفاده کردن. اینجا اون همه افراد که از من استفاده کردن یه جبرانی یک چیزی، نه خیر، همش حساب داره و نمیدونیم. آره اصل قابلیت خود این شخص هست که به مقدار اون قابلیت و در حقیقت اون چرایی که در این دنیا خودش کسب کرده به او این قابلیت و شایستگی رو میده که از اون چه که در دنیا بعد از او انجام میشه چقدر بهره مند. خیلی مفیده. استاد سوال دوم اینه که ملا صادران میگه النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء، ولی خب تو ادبیات دینی روایت خیلی داریم که ان الله خلق الارواح قبل الابدان شاید بكذا عام ب1000 عام، يا حتى تو خلقتنا نورانية أولياء خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كلن در دين میفهمیم که ارواح و انفس
قبل از این عالم بودن. بعد دیگه وقتی که انسان متولد میشه در این دنیا، روحش دیگه متلبس میشه با این بدن. خب اینجا چطور میفهمیم چی قبل از چی؟ روح قبل از بدن، بدن قبل از روح؟ به نظر شما چیه؟ از نظر بنده فرمایش ملا صدرا نه دلیل عقلی داره و نه دلیل نقلی. یه چیزی برای خودش گفته و فکر کرده که برای این حرف هم استدلال صحیحی کرده. نظرتون درباره کلاً همین تئوری حرکت جوهریه دیگه تمام نیست. نه حرکت جوهری نه. نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، خدا رحمت کند حضرت استاد ما آیت الله مصباح قدس الله سره، شدیداً این نظریه رو مورد نقد و تضعیف قرار میدادن، تضعیف میکردن. چرا؟ این دلیل تمام نیست. اینکه دلیلش تمام نیست اولا. ثانیاً اصلا انسان، حالا اونو بنده عرض میکنم دیگه، فرمایش حضرت استاد نیست، نمیدونم ایشون میفرموده این رو یا نه. انسان دو حقیقت داره، یک حقیقت بدنشه، یک حقیقت روحشه. و بدن، درسته میگیم بدن انسان، حتی گاهی میگیم انسان، اصلا مادیین فکر میکنن انسان یعنی همین بدن، ولی ما از قرآن و روایات این رو به دست میاریم که بدن اصلا هیچی از حقیقت انسان نیست، یعنی حتی 1/1000 از حقیقت انسان نیست، بلکه تمام حقیقت انسان روحشه. برای اینکه قرآن میفرماند الله و قالوا اذا وللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. اونها گفتن ما در زمین گم میشیم، بدنمون خاک میشه، ذراتش پخش میشه در زمین، آیا دوباره خلقت جدیدی پیدا میکنیم؟ قرآن نمیفرماند خلقت جدیدی پیدا میکند، میفرماند قل یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت همه شما رو کامل دریافت میکنه. توفا دینه وقتی گفته میشه که شخص تمام طلب خودش را پس بگیره. من اگر شما از من 1000 تومان طلب داشته باشید، 999 تومان و 9 ریال و نیمش رو پس بگیرید، نیم ریالش رو ندهم من و شما نگرفته باشید، توفا صادق نیست. لا یقال توفا دینه. وقتی میگن توفا دینه تمام باشه، کامل. خدای متعال میفرماند در مقابل اونها که میگفتن ما گم میشیم در زمین، خدا میفرماند که اصلا چیزی از شما تو زمین نمیره. یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت تمام وجود شما را دریافت میکنه، میگیره. ملک الموت روح رو میگیره، خیلی روشنه. بدن که اونجا میفته، بدن رو که نمیگیره، نمیبره، بدن هم. پس معلوم میشه تمام حقیقت ما چیه؟ روح دیگه، روحمون. پس روح برای خودش یه موجودیت داره، بدن البته برای خودش نفس داره. برای اینکه در فلسفه ما میفرمان نفس یعنی اون چیزی که عامل حیات. منتها یه نفسی داریم که مادیه و اون نفس نباتیه. نفس نباتی تغذیه داره، تنمیه داره و تولید مثل داره. این بدن پیش از تعلق روح نطفه بود، علقه شد، علقه مضغه شد. اینا همه حیات نباتی داره.
رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه تا میشه یک بدن کامل. تازه باز هم اون روح به این کاری نداره. باز بدن نباتی با نفس نباتی، بدن با نفس نباتی حیات داره. حیات بدن حیات نباتیه و نفسی که داره نفس نباتیه. اون نفس البته عین بدنه. اون نفس با بدن به وجود واحد موجوده. اما ما یه حقیقت دیگه ای هستیم. ما نه نفس نباتی هستیم و نه اون جسمی که این نفس نباتی با او عین هم هستند در خارج، بلکه ما اون همونی هستیم که نفخت فیه من روحی. ما اونی خلقا آخر. بله، اون حقیقت. البته اون چی که ما از عقل، البته اینجا سخنی نمیتونه داشته باشه. ادله اقامه کردن، افلاطون ادله اقامه میکنه بر این که ادله عقلی، بر این که روح قبل از بدن وجود داشته است. یه عده مثل ملا صدرا، مثل ابن سینا ادله اقامه میکنن بر این که محال است که روح قبل از بدن وجود داشته باشد. و حرفایی که میزنن که روح در علم احیان ثابته خدا بودن، یا ارواح قبل الابدان بودن، یا ارواح اولیاء دیگه بودن. این چیه؟ اونا میزنن، ملا صدرا میزنن. نه اونا میگوین، خیلی صریح میگوین که روح قبل از بدن وجود نداشت. حتی روح پیامبر و اولیاء همه. و پس چطور خلقت نورانی داشتن و دیگه ولایت تکوینی میگن و اینا؟ اونها اون حقیقتشون، اونی که در این عالم هست رقیقه اونه. رسول اکرم یک عین ثابتی دارد، یک حقیقتی دارد که اون اولین مخلوقه، ولی نه روحش. نه روحش. اون روحی که در اینجا هست و امر میکند و نهی میکند و ولی امر هست، حاکم هست و مبلغ عن الله هست و نماز میخوند و این رقیقه اون حقیقته. این حادثه، این بعد از آنی که بدن ملا صدرا میگه چه ارواح کملین، چه ارواح دیگه، همه ارواح قبل از بدن وجود نداشتن. پس شروع با بدنه، جسمانیة الحدوث منظورش اینه. بله. با بدن هم نه با بدن، بعد از استکمال بدن. یعنی بدن نطفه نداره، بدن علقه نداره، بدن جنین در اوائل تکون نداره. در یه مرحله اون کمال که ثم انشأناه خلقا آخر رو اینطوری معنا میکنه که ما یک خلقت دیگری کردیم و اون خلقت دیگر اینه که روح را در همون جا برای او به وجود آوردیم. و اینجا حرکت جوهری میاد و انسان دیگه تکامل پیدا میکنه. حرکت جوهری قبلش هم بوده. چون حرکت جوهری مال اون نبات هم هست، مال اون موجود جسمانی از هم اول هست. یعنی از تشکل نطفه شروع میکنه. حرکت جوهری شروع میشه. منتها وقتی روح پیدا میشه به قول ملا صدرا، انسان یک موجود دو بعدی میشه، جسمانیون روحانیون. در آغاز تا روح به وجود نمیاد، فقط جسمانی. بعد میشه جسمانیون روحانی و روحانیون جسمانی تا کی؟ تا قبل از موت. انسان تو این عالم هر دوی اینها هست. در عین اینکه مجرد است مادیه و در عین اینکه مادی است مجرده، در عین اینکه جسمانی هست روحانیه، در عین اینکه روحانی است جسمانیه. بعد از مرگ دیگه فقط میمونه روحانی. این همین خاطر بدن میشه مثالی، بدن عقلی، چون اصل بر همون روحانی بوده فقط. ولی ما میگیم این حرف درست نیست. ادله کسانی که گفتن که روح باید قبل از بدن وجود داشته باشه با استدلال عقلی، میگیم اون از استدلال ها تمام نیست. همونطوری که مثل ملا صدرا و ابن سینا اون استدلال ها رو رد میکنه. ولی روایت فراوانی داریم. ما میگیم استدلال هایی هم که ابن سینا و ملا صدرا و امثال اینها میارن برای اینکه روح محال قبل از بدن باشه،
این استدلال‌های عقلی هم تمام نیست. مثل استدلال‌های افلاطونه. افلاطون میگفت روح هست با استدلال عقلی، اینها میگن روح نیست قبل از بدن با استدلال عقلی. ما میگیم این استدلال‌های عقلی همه پاسخ داره و هیچ کدام تمام نیست. وقتی حالا هیچ کدام تمام نیست، اینجا نوبت میرسه به جایی که عقل ساکته، متحیره. این همون دلیل ضرورت نبوتی است که ابن سینا آورد. گفت من میبینم که عقلم خیلی چیزها رو نمیفهمه، خدای متعال عقلم میفهمد که مرا برای هدفی آفریده، اما عقلی که درم قرار داده خیلی جاها متحیره، نمیفهمه چه کار باید بکنه. پس اون خدای حکیم که مرا برای هدفی آفریده باید یک هادی، یک معلم از بیرون برای من بفرسته که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. هم اشاره به همین داره که انسان اصلا شأنیت این که این حقایق را بفهمد رو نداره. ما میگیم این هم از اون مسائله. مسئله این که روح قبل از بدن بوده یا بعد از بدن به وجود آمده، این از یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عقل به هیچ طرفش نمیرسه. این است که باید بریم سراغ وحی و شکی نیست از نظر ادله نقلی که روح قبل از بدن وجود داشته. یعنی همین ما، همین روحی که در بدن الان داره تصرفات میکنه و ولایت بر بدن داره، همین روح قبلا خلق شده بود. ولی که همه ارواح قبل از همه عالم خلقت خلق شدن. خلق الله الارواح را برای اینکه یکی از ارواح روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اون اولین مخلوق. ما میگیم خود همین روحی که پیامبر اکرم با اون روح در این عالم تبلیغ فرمان الهی رو میکنه، انذار میکنه، تبشیر میکنه، همین اولین مخلوقه. یعنی اول ما خلق الله نور نبیک، یعنی همین روحشه. پس استاد همین یعنی ارواح قبل از ابدان وجود داشتن و اینطوری میفهمیم همین عالم العرض یا مثلا اشهدهم على انفسهم یا عالم المیثاق یا عالم الذر، اینطوری میفهمیم. چون اگر ارواح نبودن، مولا صادق دیگن چطور میفهمن اگر ارواح اونجا نبودن؟ پس عالم الذر و میثاق و اشهدهم کجا میشه؟ اینها زبان تمثیله، نه زبان حقیقت. ما میگیم نه حقیقت خدا، حقیقت رو داره. و العلمه طباطبایی یک شرح و تحلیلی داره که اینا حالت فطری انسانی، یعنی در عالم یعنی فطرت. این همون عالم ذر فرق میکنه. نه خیر، عالم ذر رو ایشون منکرن شدیدن. پس به جای این میگن عالم فطرت. یعنی چی عالم فطرت؟ فطرت یعنی روح بعد از اینکه به وجود اومد یه ساختاری داره که بر اساس اون ساختار میفهمه که خالقی. خب ولی طبق مولا صادق که روح بعد از همین بدن دیگه همینجا میفهمه. اونجا چطور؟ اونجایی نبوده. اینا میگن اصلا اونجایی نبوده. اشهدهم علی انفسهم یعنی همین تو این عالم. بله. ولی کی؟ همین وقتی که به کمال میرسه روح. یعنی جنین در یک حالتی وقتی که مثلا خلق آخر میشه، همون وقت که اشهدهم میاد. همون وقت هم نه، وقتی خوب فطرتش کاملا فعال شد، چون خیلی ها این فطرت را دفن میکنن. قد افلح من زکاها. پس این اشهدهم فقط برای کسانی که فطرتشون دیگه مفعل شده؟ نه، برای همه. این فطرت برای همه یه وقتی فعال میشه، ولی کن در پاسخگویی افراد مختلفن. یعنی بر کافر هم طبق همون فطرت تو همین عالم اتمام حجت میشه. یعنی یه جوری، یه لحظه ای هم که شده ولو یک لحظه، اون ملتفت میشه که نمیشه این عالم خدا نداشته باشه. منتها از بس که خودخواهه و خودبینه چه میکنه؟ اینو فوری تخطئه میکنه و این فطرت خودش رو زیر پا میگذاره.
و بر هوای نفسش را حاکم میکنه. قد خواب من دساها یا قد خواب من حمل ظلمه. بله افرأیت من اتخذ الهه هوا. استاد بعد خب این ارواح که قبل از این ابدان بودن در اون عوالم، خب کجا بودن دقیقاً؟ کارشون چی بود؟ چه حکمتی بود که ارواح باشن در حالی که انسان نسو وعی و فهم و ادراک و شعور نداره دیگه؟ همه چیز داره. انسان بالاترین مخلوق خدای متعاله. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی خدای متعال مخلوقی رو برتر از انسان نیافریده. یعنی ملک هرگز ظرفیت ها و قابلیت هایی که خدای متعال در انسان قرار داده هرگز نداره. لذا حکمت خدا اقتضا میکنه که اول انسان رو بیافرید. چرا؟ چون این بیشترین خلیفت الله مسجود الملائکه مکرمه صاحب الامانت. دلیلش هم اینه که ملک نمیشه خلیفت الله. خلیفت الله یعنی المتصرف فی الخلقت به امر الله تعالی، یعنی ولی امور العالم به اذن الله. خدا ولی به ذات او، ولی به اذن الله. ولی درباره ارواح خودمون ما مردم های عادی، خب ما دیگه ذاکره‌ای خب نداریم از اون عوالم که ما چی بودیم، چی کار میکردیم. یعنی ولی بودیم در طبق روایت ها. ولی تکلیفی چیزی بود برای ما؟ تکلیف نبود. چی کار میکردیم؟ عرض میکنیم. اما اینکه یادمون نمیاد، همه اینطور نیستن. الان شما این کتابی هست به نام تمام و نهج البلاغه. شما میدونید که سید رضی بیانات حضرت رو گلچین کرده. کتاب معروفه. بله این کتاب معروف. اون تمام و نهج البلاغه اومده تمام بیان حضرت آورده. یک جمله از بیانات حضرت که الان تو تمام و نهج البلاغه اومده اینه: والله انی لاذکر الیوم الذی اخذ الله علی فیه المیثاق. من یاد دارم. چرا؟ برای اینکه نوع انسان ها ظرفیتشون محدوده. آلوده میشن با دنیا و شهوات و اینا. اگه برشون بیاد گذشتهشون رو فراموش میکنن. همون وضع حمل در روایات ما داره. اینقدر برای بچه‌ای که در شکم مادره اونجا لذیذه که وقتی میخوان بیارنش تو این عالم ناراحته و این ناراحتی باعث میشه تمام معلوماتش از ذهنش میره، از بین میره. تنها امیرالمؤمنین نیست که فراموش نکرده. خدا رحمت کنه آیت الله شب زنده‌دار که پدر این آقای شب زنده‌داری که از اعضای شورای نگهبان هستند، پدرشون ما در خدمتشون بودیم، از اساتید حوزه مقدسه قم بودن و خیلی هم حضرت آقا مقام معظم رهبری به ایشون عنایت داشتن. چون من در یک مجلسی بودم که اون آقای شب زنده‌دار پدر ایشون آقای شب زنده‌دار وارد شد و آقا خیلی اجلال کردند از شخص ایشون، تعاریف خاصی کردند از ایشون. ایشون میگفت که جناب آقای محجوب که همشهری بودن، آقای شبزندار با آقای محجوب، از قول علامه طباطبایی نقل میکرد که علامه طباطبایی میفرمود که آسید احمد کربلایی میفرمود که من روز الست را به یاد دارم. یعنی در بعضی از علمای دیگر هم این نقل شده که بودن کسانی که از اولیاء الصدیقین که یاد به یاد دارن. خب استاد از یک سو این نظریه مثل افلاطونی با یک تحلیلی دیگه درست میشه، چون آدم دیگه يتذكر الحقائق التي كانت في العوالم السابقه. درسته؟ نظریه مثل افلاطونیه میتونه صحیح باشه، یعنی باز از چیزهایی است که
میشه گفت که حقیقت داره، ولی يعني اقترب شيئا من هذه الحقيقة التي أشرت إليها بله أنت. بله بله. ولی اشکال مهمی هم داره؟ نه، یه بهره هایی ازش گرفتن که اونا درست نیست. یعنی مثل افلاطونی درست، ولی ملا صدرا یا کسانی میگن اصلا درک کلی یعنی درک مثل افلاطونی، ایناش درست نیست. مثلا این هم تجربه های نزدیک بیارن که میشه این که بحث طولانی، ولی شاهدم اینه بعضی از آدم ها وقتی که این حالات براشون دیگه میشه بیاد بعضی از چیزهای سابقا. بله این هم بله شاهد خوبه نشون میدهد. نه اصلا بعضی میگن ما رفتیم یه جایی که احساس میکردیم اینجا تازه نیومدیم، ما قبلا اینجا بودیم. این خیلی روشن گفتند. بله تو همین تجربه های قبل از مرگ طرف میگه من رفتم اونجا ولی اونجا برام ناآشنا نبود، احساس میکردم که اینجا موطنی است که من در اینجا قبلا موطن اصلی خودم و یک مثلا آره. اینا همه شاهد بس این شاهد خوبیه. بله بله شاهد خب خوبیه. ولی نه فقط روز الست، دیگه عالمی بود، سالها بود، نمیدونم چیزی بود. ما هم اختیار داشتیم اونجا. اما روز الست خصوصیتی داشت. چون شروع نه چون وقتی بود که حضرت آدم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام خلق شده بود. بدن، یعنی بدن حضرت آدم از سلسال من حمأ مسنون خدا خلق کرد و آدم به کمال رسید، یعنی بدن کامل. اونجا یک تولدی همه انسان ها داشتن، منتها از پدر فقط، چون ما 3 رقم تولد داریم. یک تولد متعارف که از والدینه، از پدر و فرزند، نوع تولد هایی. یه تولد داریم فقط از مادر، مثل حضرت عیسی علیه السلام که فقط از مادر بود. یه تولد هم داریم که فقط از پدره و اون و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم، یعنی از حضرت آدم فرزندانش از صلبش متولد شدن، نه اینکه از رحم جد. خب این فرزندان چطورن؟ روحیان، مادیان، چیان؟ حوا مادیان. بله تولد، بله همه ما بودیم. یعنی من چند نسخه هم دارم الحمدلله. بله خب این که خیلی غریبه. بله یعنی فرزندان حضرت آدم از صلب حضرت آدم بیرون آمدن. شکلشون نمیدونم چهرهشون چطور بود؟ همین اینه؟ بله. و فرزندان حضرت آدم از صلب پدرانشون و همینطور هر فرزندی از صلب پدر متولد شد تا قیامت. یعنی همه اونهایی که تا قیامت بناس متولد بشوند از والدین خودشون، از پدر مادر، یک بار فقط از والد متولد شده اند. و روز الست برای اونها بوده؟ همه یعنی همه اون خود حضرت آدم تا آخرین نسلش که بعد از اون دیگه تمام میشه این عالم، همه به صورت بسیار سریع الان 9 ماه میکشه تا یک فرزند متکون میشه و متولد میشه، ولی اونجا نه، بسیار سریع از صلب‌های پدرها فرزندها متولد شدن. روز الست مال اونها؟ بله مال این بدن نیست، مال اون بدنه. و این روح به اون بدن تعلق گرفت و در اون بدن خدای متعال خودش رو به همه نشان داد. نه که خودش رو یعنی ذاتش رو، بلکه ربوبیتش را هم نشان داد. یعنی همه دیدند که این به علم حضوریین دیدند که داره خدای متعال عالم رو مدیریت میکنه. تازه نه تنها این مدیریت خدا رو دیدن، بلکه خلافت خلفاء او را هم، نبوت، ولایت، حقایق بزرگ، همه اینها، یعنی اونها دیدن
که داره خدا مدیریت میکنه، ولی با دست رسول اکرم، با دست امیر بوجودی ثبتت الورا و بیومنه رزقت کذا. یعنی اونها اون ولایت تکوینی که ما قائلیم رو همه انسانها از خود حضرت آدم تا افرادی که بعدها در قرنها اگر باشه میان، همه چی؟ همه اونجا جمع بودن و همه ربوبیت خدای متعال را به علم حضوری مشاهده کردن و لذا خدای متعال فرمود الستو بربکم، قالوا بلا شهیدنا. یعنی دیدید که من دارم ربوبیت میکنم؟ گفتن بله دیدیم. بعد سه ولادت سوم چی میشه؟ بعد گفتید سه ولادت هر کسی داره. گفتیم 3 نوع ولادت داریم. نوع سوم ولادت چی میشه؟ گفتیم یک نوع ولادت فقط از مادر، مثل حضرت عیسی. اون خاصه برای بعضی از خلق. مشخص. یه نوع ولادت مال پدر مادر، از پدر و مادر، اونم خاصه، چون حضرت آدم و حضرت حوا اینطور ولادت نداره. یه نوع ولادت هست که اونم خاصه ولی اون فقط از پدره و اون خود حضرت آدم این ولادت رو نداره. اما تمام بنی آدم این ولادت رو دارن و اون از صلب حضرت آدم تمام فرزندانش. واضح شد. خیلی ممنون استاد. به قسمت اخیر از این گفتگو میرسیم درباره مرحوم علامه آقای مصباح یزدی که شما از نزدیکترین افرادی به این آقای بزرگوار بودید. حالا خب ویژگی های مهم و مختلفی آقای مرحوم داشتن. خب نگاه های مدیریتی داشت، مؤسسه در راه حق تأسیس کرد، بعد رسیده به این مؤسسه بزرگ آموزشی و پژوهشی امام خمینی. خب در علوم انسانی، در تفسیر، در اخلاق، در فلسفه خیلی نوشتن، مناظره هایی داشتن با روشن فکران و دیگه یعنی آدم متعدد الجوانب، متعدد الابداعات بود. ولی از لحاظ فکری و معرفتی و دقت عقلی مهمترین ویژگی این استاد چی بود به نظرتون که شما نزدیکش بودید؟ یعنی اگر میگیم ویژگی های منحصر به فرده که آقا مثلا تمیز بها از لحاظ فکری و معرفتی و دقت های عقلی، به نظرتون برای ما بگید. اگر هم خاطرهای خیلی جالب به یاد موندنی هم دارید ما میخوایم دیگه بشنویم. بله، اون ویژگی که ما در ایشون احساس میکردیم اولش اخلاص بود. اخلاص یعنی ایشون تمام همشون مثل استادشون حضرت امام این بود که اگر کاری رو میخوان بکنن، اگر مرضی خدا هست بکنن. لذا همیشه اهل تأمل بودن، هیچ وقت اقدام نمی کردن به سرعت به کاری. حتی شما از ایشون یک سوال می کردید تأمل می کردن، در حالی که من که شاگرد ایشون بودم اگر اون سوال رو ازم می کردن فوری جواب می دادن، ولی ایشون اینطور نبود. ایشون هر سوالی می کردید یه لحظه تأمل می کردن. من اون چون گاهی خیلی سوال روشن بود، جوابش خیلی روشن بود، ولی ایشون اونی که براش مهم بود این بود که من که دارم این جواب رو میخوام بگم برای چی میخوام بگم؟ آیا از باب این که وظیفه دارم خدای متعال دوست داره که من جواب بدم جواب میدم، یا برای اینکه عالم بودن خودم رو نشون بدم میدم؟ آیا این مصداق عبودیت خداست یا مصداق افرأیت من اتخذ الهه هواه؟ براش خیلی مهم بود. پس اولین ویژگی که بر همه ویژگی های ایشون اشراف پیدا میکنه و همه رو میتوانیم بگیم از آثار این ویژگی، اون اخلاص ایشون بود که سعی میکرد عملش 1/100 1/1000 هم توش
ناخالصی نباشه، لله باشه. و این لله بودن برکاتی داره. یکی از برکاتش اینه که انسانی که اینطور باشه میشه متفکر، یعنی بی تأمل. در روایات ما داره فرمود علامت حمق یکیش به سرعت اقدام کردنه، تهور در عمله. ایشون تهور در عمل نداشت، صریحا در روایات ما اومده. ایشون نه، فکر میکرد. و نه تنها فکر میکرد که فکر کردن رو به همون سائل هم میآموخت و در نوشتهاش هم تمام سعیش این بود که عظمت گوینده او رو مقهور نکنه. ایشون درس میخوند پلوی علمایی که آرایی داشتن، ولی تا اون آرا برای خودش بیان نمیشد، یعنی با مقدمات خیلی روشن اونها اثبات نمیشد، میشنید حرف استاد رو ولی باور نمیکرد. بناش بر این بود که روی اون تأمل کنه، تفکر کنه، هرچه میتواند تتبع کنه، ببینه میشه این حرف را باور کرد، قبول کرد، با خود استاد بحث بکنه. این بود که بعد از اون اخلاص ویژگی بسیار روشن ایشونی که هیچ کس نمیتونه این را انکار بکنه. یعنی هر کس با ایشون ارتباط داشته خیلی ملموس بوده برای ایشون که ایشون در ساده ترین چیزها بازم تأمل میکنه، اهل فکره و تنها نه خود متفکره که استاد فکره، به دیگران هم می آموزه که آقا سوال ازت میکنن عجله نکن. اول که گاهی میگو من اصلا نمیدانم مثل استادشون، بعد میگفت حالا شاید اینطور بشه بگی. مرحوم علامه طباطبایی هم مکرر شاگردانشون برای ما نقل کردن که وقتی سوال میکردی میفرمود لیس المسئول باعلم من السائل. ولی همین علامه طباطبایی بعدم یه خورده که فکر میکرد میگفت شاید بتوان اینطور پاسخ داد. این روحیه استاد در شاگرد که علامه مصباح باشه خیلی روشن جلوه کرده بود که در کارها تأمل میکرد و بعد از این تأمل و تفکر شاید به نتیجه های مهمی میرسه، بیانهای خوبتری به نتیجه و های هر میرسه. سائلی حتی هر نفس سوال بوده دیگه به جوابهای مختلفی بله. و مهمتر از همه این بود که بعد از اینکه به نتیجه میرسید به اون نتیجه در مقام عمل ملتزم بود. مثلا در مسائل سیاسی موضوع محکمی داشت شون دیگه به یک قناعتی رسید، بله، به یک اینجا نتیجه رسیده بود بر اساس اولا اون اخلاصی که داشت، ثانیاً اون تفکری نورانی که حاصل اون اخلاص بود که و من یؤمن بالله یهد قلبه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این فرقان در وجود ایشون حاکم بود و وقتی میرسید و علامت تقوا هم همین بود که وقتی میرسید دیگه خیلی پابند، تردد نداره، امکان نداشت چیزی را که تشخیص داده کسی بتونه ایشون رو از اون چیز برگردونه. مثلا اینجا بین از دو پرانتز از شما میپرسم برمیگردیم به آقای مصباح. حضرت علی در حالی که هم اهل فلسفه و فکر و عمق هم هستید، ولی از یه سوی دیگه یک آدم انقلابی سفت هم هستید و اعتقاد خیلی قوی به این انقلاب اسلامی به رهبری هم دارید. سر این چیه و چرا هم خیلی شما سفتید و دیگه مواضعتون مشخصه و اینها؟ سرش این است ما استادهایی هم که داشتیم همینطور بودن. یعنی آقای مصباح خدا میدونه چه تهمت‌هایی بهشون زدن.
ولی ایشون در اعتقادش به این انقلاب مستقر بود تا تمام لحظات، در حدی بود که پای مقام معظم رهبری را میافتاد میبوسید. و استاد ما آیت الله جوادی آملی همینطور. ایشون اول انقلاب سالها عضو شورای عالی قضایی بود. یک وقت امام با اینا برخورد کرد، امر دایر شد بین آقای جوادی و بقیه شورای عالی قضایی و یه نفر دیگه. اینها یک نفر دیگر رو مقابله کردن باش، امام طرف او رو گرفت و همه اینها از شورای عالی قضایی اومدن بیرون. ولی خیلی‌ها فکر میکردن که حالا آقای جوادی از شورای عالی انقلاب قضایی، شورای عالی قضایی اومد بیرون، دیگه اون آقای جوادی انقلابی نیست. ولی بعد از اینکه آمد دقیقاً و جدی تو همون راه چیه؟ بود. چرا؟ چون این یه حقیقته که یا آدم باید شیعه نباشد یا باید باور کند ولایت فقیه. چرا؟ برای اینکه تنها شیعه است که میگوید خلیفه رسول اکرم رو باید خدا تعیین کنه، البته خدا با زبان پیغمبر اکرم تعیین میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. و یک استدلالی داره امام هشتم در کافی شریف آمده. اوائلی که حضرت وارد مرو شده بودند، یکی از اصحابشون میاد محضر حضرت سوال میکنن چه خبر؟ میگه بله در مسجد جامع مرو صحبت بود که آیا خلیفه رسول الله را خدا تعیین میکنه یا مردم تعیین میکنه؟ حضرت فرمودن قرآن چی میفرماد؟ قرآن میفرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خدای متعال رسول اکرم رو رؤوف بالمؤمنین، رحیم بالمؤمنین معرفی کرده. آیا میشه یک پدری به یتیمان خودش، به فرزندان خودش رها کنه بره؟ میشه؟ چطور رؤوف بالمؤمنین باشه و جانشین خودش رو تعیین نکنه و اونها رو بذار؟ وقت ما میگیم عین همین استدلال درباره امام زمان میاد. چون اگر رسول اکرم بالمؤمنین رؤوف رحیم، خود امام زمان حتما باید رؤوف رحیم باشه که یک کسی تعیین کنه با صفاتش. بله چون جلوه همون ارحم الراحمینه، خلیفه اون حرم. درباره رهبری آقای خامنه‌ای هم نظرهای فلسفی و عرفانی داره، کلاً به این زمینه هم علاقمنده و چه شواهدی دارید که خودش مثلا حامی این جریان تفکر فلسفی یا عرفانی تو حوزه به طور خلاصه؟ خیلی روشن تصریح ایشونه و پشتیبانی ایشونه از این مجمع عالی. میدونید ما وقتی که رفتیم اساتید علوم عقلی، رفتیم در سال شاید 82 بود محضر ایشون، وقت ما ساعت 10 بود، ولی ما که رفتیم در یک محلی تقریبا به اندازه اینجا ایشون نشسته بودن و دوستان هم همینطور دور و وسط رو صندلی ها نشسته بودن. ایشون فرصت دادن هر که هر حرفی داره بزن. من سراغ ندارم هیچ جلسه‌ای که ایشون بنشینن و هر که هر حرفی داره همه حرف زدن. ظهر شد، یعنی 2 ساعت گذشت ولی حرفا تموم نشد، هنوز بعضی دیگه مونده بودن. ایشون فرمودن نماز رو میخونیم، بعد از نماز ادامه میدیم. بعد از نماز که ادامه دادیم، بعد خودشون صحبت کرد. فرمودند که فلسفه همیشه مرکزش حوزه های علمی بوده و این مرکزیت باید حفظ بشه و شما باید در قوم یه مرکزی داشته باشید
که در اونجا کلیه کارهای عقلی اونجا برنامه ریزی بشه و اونجا پشتیبانی بشه. شما میگید مثلا فلان کتاب نوشته شده چاپ نشده. خب هر کتابی که نمیشه چاپ بشه، چون بعضیا گفته بودن که مثلا کتاب نوشته میشه در مسائل فلسفی ولی زمینش نیست که چاپ بشه. شما هر کتابی که نمیشه چاپ بشه باید جمعی باشن اونها بررسی کنن، اگر این کتاب باید چاپ بشه اونا چاپ کنن، اونا از اول حمایت کرد و ادامه داد از اول. در این سالهای آخر یعنی آمدیم اینجا ایشون چیزی نشد، یه مبلغی رو فرستادن برای اینکه ما جایی رو تهیه کنیم که اون من موجب شدم که اون پول رفت جای دیگه مصرف شد بالاخره. و اینجا رو هم که از آقای ریشهری تحویل گرفتن، دارالحدیث ساختمون جلوشه و این دوتا منزل که یکی مال خود آقای ریشهریه یکی مال باجناق ایشون هست، آقای حائری مرحوم آیت الله حائری سید علی رضا، اینا رو به ما تحویل دادن. منتها ابتدا گفتن که خب شما اینقدر الان نیاز ندارید، فعلا این دوتا رو داشته باشید. اونجا رو خود دفتر استفاده میکرد ولی مال ما بود. شاهدش اینه که بعد از اینکه اینجا این مرکز پزشکی درست شد دفتر اومد گفت آقا اینجا رو مال شماست ولی جای شما دیگه اینجا نیست، به دلیل اینکه اینجا اشعه هست و پرتو و اینها برای شما. حالا به هر حال استاد در جزئیات میگم حتی در سالهای آخر در ملاقات‌های خصوصی لطائفی کلند اهل مثلا فلسفه و این چیزا هستن و علاقه‌های خاصی خیلی اصلا یه لطف خاصی دارند. من خودم اگر در خراسان شمالی رأی آوردم فقط به خاطر یه جمله ایشون، ولی من نباید عضو خبرگان در خراسان شمالی بشم، برای اینکه اون آقایی که رقیب من بود در دوره‌های قبل هم شرکت کرده بود و رأی قابل توجهی داشت و اهل اون منطقه بود، به زبان اون منطقه صحبت میکرد، اما من اصلا ناآشنا بودم برای اون. ولی حضرت آقای خامنه‌ای راجع به من فرمودن آقای فیاضی وجود بابرکتی است. این جمله رو اونجا گذاشتن توی لطف خود رهبری به شما. بله و این موجب شد که اونجا من رأی آوردم. سوال آخرمون استاد، ما در ماه مبارک شعبانیم، میخوایم استفاده کنیم. این مقطع خیلی امام خمینی میخوند الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. حالا من میخوام از فهم شما استفاده کنم، یعنی چی حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور، یا مثلا وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك. حالا از بیان مبارک شما حجب نور چیه، عز قدس چیه، اگر یک موعظه معرفتی باشه در آخر این گفتگو استفاده کنیم. بله، خدای متعال فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. منتها عبادت درست هدفه ولی هدف اوله. نظیر اینه که شما وسایلتون رو جمع کردید، از شما سوال میکنم میخواید چه کار کنید، هدفتون چیه؟ میگید هدفم مسافرت. خیلی روشنه که مسافرت خودش هدف نهایی نیست. اینجا هم یعبدون در آیات مبارکات قرآن آمده و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبادت صراط که نمیتونه هدف باشه، مقصد میتونه هدف باشه. صراط فقط راه، سبیل برای رفتن، طریق برای رفتن. شاهد روشنش اینه که قرآن میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کنید تا بشید متقی. خب حالا متقی شدید، خود تقوا هدفه؟ درجات داره. باز روشنه که تقوا هدف نیست، چون فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا داشته و من یتق الله یهد قلبه، خب قلب هدایت میکنه، پس تقوا هم وسیله است برای چی؟ برای اینکه برسیم به اون جایی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق
عند ملیک مقتدر. یعنی برسه انسان به اون جایی که عرفای ما ازش تعبیر میکنن به مقام عندیت، یعنی محضر ذات، یعنی حشر با ذات حق. حشر با ذات حق یعنی چه؟ یعنی از تمام اون حجبی که خود اونها اولیای الهی هستن، وسائطن، از همه اونها بگذریم و متعلق بشیم به چی؟ به اون ذات لا یزال لا یتناهایی که دیگه استفاضه از او نهایت نداره. یعنی کسی که به اونجا میرسه هر آن و هر لحظه ابتهاج خاص و نورانیت یعنی مرتب، همون مثالی که زدم، مثل کسی که با هواپیما داره حرکت میکنه، چون فاصله بین متناهی و نامتناهی نامتناهیه. هر چه میره بالا بازم چیه؟ در همون جا رشد میکنه، در همون ادراک جمال و جلال حق تعالی رشد میکنه و براش همونی میشه که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، که این نمیشه مگر با اون مراتب عالیه تقوا. حجب و نور هم داشتید میفرمایید، حجب و نور چیه؟ نور هم حجب داره؟ یعنی اونا حجبند، حجبی که حجابند لله ولی خودشون نورانی هست، یعنی خودشون وسائط فیضن، ولی وقت جوری میشه که این وسائط دیده میشن و خودشون دیده نمیشن. معلوم میشه که اینها هم خودشون به یه جای دیگه بسته‌اند، به یه جای دیگه معلق هستند. میخواد که انسان به اون جایی برسه که همونها هم به اونجا بسته هستن. البته بازم مراتب داره، بازم هیچ کس به حد اونها اون معلق بودن رو پیدا نمیکنه، ولو حجب را خرق میکنه، ولکن خیلی فرق است بین کسی که وارد میشه به یک مقام با عظمتی در حالی که خودش هم خیلی بزرگه، با اون کسی که به اون مقام وارد میشه در حالی که خودش چیه؟ خیلی کوچکه. و اون لاحظته فصعق لجلالک، همین از این حالات دیگه، از این نتایج این معلقه. بله. یعنی بله. البته برای اونها چه بسا صعق پیدا نمیشه، ولی برای دیگران صعق چون بالاتر از این حالات. بله. خیلی ممنونیم، متشکریم، استفاده کردیم استاد. متشکریم. متشکریم. حیاکم الله ان شاء الله.